آغاز دیوان حضرت حافظ با غزلی هست که مطلعش این بیته: الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها. برخی پژوهشگران مثل استاد شهریار و شهید مطهری معتقدند که حافظ این مصرع رو از شعری منسوب به یزید تضمین کرده و اصل بیت که توسط یزید ابن معاویه سروده شده به این قرار هست: انا المسموم ما عندی بتریاق ولا راقی ادر کأسا و ناولها الا یا ایها الساقی. به این معنا که من زهر نوشیده ام و نه پادزهری دارم و نه درمانگری، پس جامی بگردان و به من بنوشان ای ساقی. البته از نظر برخی محققان مثل علامه قزوینی انتساب این شعر به یزید ابن معاویه از نظر تاریخی قطعی نیست. بعضی از شارحان دیوان حافظ هم معتقدند که حافظ این مصرع رو از منابع عرفانی یا ادبیات عرب گرفته، اما نه لزوما از یزید، و حتی اگه این تضمین از یزید صورت گرفته باشه، حافظ اون رو از زمینه تاریخی و سیاسیش جدا کرده و به سطح عارفانه و شاعرانه ارتقا داده. در این بین ماجرای خواب اهلی شیرازی همشهری حافظ و گفتگوی خیالیش با حافظ یکی از روایت‌های جذاب و تأمل برانگیز در حاشیه غزل آغازین دیوان حافظ است. اهلی شیرازی شاعر قرن نهم هجری در یکی از اشعارش نقل میکنه که در خواب با حافظ روبرو میشه و از او درباره تضمین مصرع عربی الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که منسوب به یزید ابن معاویه هست پرسش میکنه و شنیدن گفتگوی او با حافظ خالی از لطف نیست. اهلی شیرازی میگه خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بی همال، از چه بستی بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال؟ و حافظ پاسخ زیرکانه‌ای رو میده که گفت واقف نیستی زی مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. به بوی نافعی کاخر صبا زان طره بگشاید، ز تاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. بو در اینجا ایهام داره، یعنی دو معنا داره، هم به معنای رایحه هست و هم امید و آرزو. نافه کیسه ای در ناف آهوی ختن هست که مشک یا عطر خوشبو از اون استخراج میکنند و نماد معرفت و شناخت اسرار الهی هست. صبا باد لطیف بهاری هست که نماد پیام‌آوری است و طره در لغت به معنای زلف گره خورده هست و اصطلاحاً در این شعر نماد پیچیدگی‌های عالم کسرات و تجلیات الهی هست. حافظ در واقع در این بیت آرزومند هست، آرزومند لحظه‌ای هست که لطف و عنایت الهی که نمادش باد صبا هست گره از پیچیدگی‌های هستی و اون قوامض هستی که نمادش طره هست باز کنه و بوی معرفت و شناخت اسرار حق رو پراکنده کنه. خون دلی که در این شعر اشاره شده اشاره به رنج‌هایی هست که عارف و سالک در مسیر شناخت حقیقت از کسرات وجود میکشه. مرا در منزل جانان چه امن عیش چون هر دم، جرس فریاد می‌دارد که بربندید محملها. خب منزل جانان یعنی جایگاه حضور معشوق و در عرفان نماد قرب الهی یا لحظه وصال هست. امن و عیش یعنی زندگی بی دغدغه. جرس زنگ کاروان هست و نماد هشدار و گذر زمان هست. محمل کجاوه و باری بوده که در قدیم به هنگام سفر روی شتر قرار می‌دادند و در اینجا در این شعر حافظ نماد آماده شدن برای سفر و کوچ است. منزل جانان در این بیت به عنوان مقصد نهایی در نظر گرفته نشده، بلکه به عنوان منزلگاهی در مسیر سلوک هست، جایی که عاشق اندکی رو در اون می آسایه اما نباید در اون توقف کنه. و جرس هم نماد هشدار ملکوتی هست به سالک که میگه وقت رفتن هست و توقف جایز نیست و باید آماده کوچ شوی، چون راه حقیقت
هنوز به پایان نرسیده و وصال حقیقی هنوز در پیش هست. به طور کلی در عرفان وصال حقیقی توقف پذیر نیست و هر منزل آستانه منزل بعدی هست. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. می در معنای لغوی همان شراب هست و در عرفان نماد حقیقت و معانی معنوی است. سجاده رنگین کردن هم کنایه از شکستن ظاهر شریعت است. پیر مغان مرشد طریقت و نماد و راهنمای باطنی سالک در مسیر حقیقت است. سالک هم رهپوی عرفان هست که منازل و مراحل سلوک عرفانی رو طی میکنه. حافظ میگه اگر استاد پیر راه رفته و واقف به اسرار حقیقت به تو گفت که ظاهر عبادت رو رها کن و به باطن بنگر، نترس، چون او از مراحل سلوک آگاه هست و بیگدار به آب نمیزنه. و در واقع مخلص کلام حافظ این هست که عبور از ظاهر شریعت به باطن طریقت با راهنمایی استاد آگاه نه تنها مجاز بلکه ضروری هم هست. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها. این بیت در بیان تفاوت اهل باطن و اهل ظاهر هست. شب تاریک نماد آغاز راه عرفان و شناخت هستی هست، جایی که موج و گرداب نماد مراحل دشوار سلوک و تجربه مشکلات و پیچیدگی های معنوی هستی هست و سالک هنوز درگیر حیرت و بیخبری است. سبکباران ساحل ها کسانی هستند که هنوز به وادی عشق و معرفت وارد نشدند و اهل راحت و عافیتند و به قولی سطحی نگرند و از خطرات راه بیخبر. حافظ میگه آنان که در ساحلند نمیتوانند حال ما را که در دل دریا و طوفانیم درک کنند. و مخلص کلام این هست که عارف در مسیر حقیقت از خطر هراسی نداره و هستی رو با تمام دشواری‌ها و سختی‌ها و تلخی‌هاش تجربه میکنه. اما اهل ظاهر چون در ساحل عافیت هستند از عمق این دریای بی‌نهایت بیخبرند. به قول حضرت سعدی گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، چو پایابم برفت اکنون بدانستم که دریایی. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماند آن رازی که از او سازند محفلها. خودکامی در نگاه عرفانی نه به معنای هوسرانی بلکه به معنای پیروی از میل باطنی و شور و شوق درونی هست. یعنی سالک به ندای دل و عشق حقیقی گوش میده و بدنامی نتیجه این پیروی و اطاعت از ندای دل هست، زیرا جامعه ظاهرگرا رفتار سالک رو نمیفهمه و او رو به فسق و بیدینی متهم میکنه. راز در این بیت همون حقیقت عشق و معرفت هست که در دل سالک پنهان هست. منتها این حقیقت هر چقدر هم که پنهان باشه خود رو در رفتار و گفتار عاشق آشکار میکنه. و حافظ میخواد بگه که سالک حقیقی اگرچه بدنام هست اما حامل رازی است که جهان رو روشن خواهد کرد و این راز هرگز پنهان نخواهد ماند. برخی شارحان نظیر علامه قزوینی و قاسم غنی لفظ خودکامی رو به معنای پیروی از هوس و خواسته های شخصی گرفتند که با سیر معنای غزل نمیتونه ارتباط درستی داشته باشه. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متی ما تلق من تهوی دع دنیا و احملها. این بیت از حافظ سالک طریقت رو به مراقبه و حضور قلب دعوت میکنه. حضور در اصطلاح عرفانی یعنی آگاهی کامل از وجود حق در لحظه حال، یعنی دل در محضر معشوق هست. و فراموشی و غیبت هم یعنی دل مشغولی به غیر و هر چیزی که انسان رو از یاد محبوب دور میکنه. حافظ میگه اگر میخوایی در محضر حق باشی باید از هر چیزی که تو رو از اون دور میکنه فاصله بگیری، یعنی سعی کنی از حال وحدت به کثرت بر نگردی، که البته این همیشه مقدور و ممکن نیست و خود حافظ هم در بیتی میفرماید حافظ دوام وصل میسر نمی شود، شاهان کم التفات به حال گدا کنند. مصرع عربی این بیت در واقع تأکیدی بر این اصل هست که در لحظه وصال
یا مواجهه با محبوب باید دنیا و تمامی تعلقات و آرزوهای اون رو رها کنی و بی اهمیت بدونی، چون محبوب خود جمیع همه اونها هست و به قول حضرت مولانا چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست.